یک مشرک از بت میترسه، یک قبر پرست از صاحب قبر میترسه، یک گو پرست از گو میترسه. این حال هر کس مطابق عقیده خود. لکن یک انسان موحد یکتا پرست از خالق خود میترسه. از این خاطر الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه فلا تخافوهم، شما از دشمنای من نترسین، و خافونی ان کنتم مؤمنین، شما از ما بترسین اگر مؤمن هستین. ترک جرم به خاطر ترس ما بکنین که در عدالت ما گیر نمین. شما از بسیاری چیزا از ما بترسین. از خاطر اینال در اینجا میگه که ان الذين تدعون من دون الله، و کسایی که شما او را میخواین بغیر از الله، عباد امثالکم، اونا هم بنده ها هست مثل شما، از او نترسین. انسان مسلمان باید از خالق خود بترسه و این ترس خالق است که انسان از شرک و محبت دیگران و از ترس دیگران نگاه میکنه. انسان موحد و یکتا پرستی که از خالق خود میترسه از هیچ چیز نمیترسه. به خاطر چرا نمیترسیم؟ به خاطر که کل عمر زندگی دنیا رو ببینی، انسان یا 50 سال یا 60 سال یا 70 سال، نهایت 100 سال زندگی انسان است. این 100 ساله اگر انسان در زندان هم تیر کنه تیر میشه، اگر در یک قصر بسیار لوکس هم تیر کنه این زندگی تیر میشه. این حاله اگر انسان از خالق خود میترسه، میگه والا این زندگی دنیا که از به هر شکل سپری میشه. اگر کس بخواه که مرا بکشه هم پروا نداره، روز قیامت است، محاسبه هست، با سر از او پیش من خم میباشه. این حاله الله سبحانه و تعالی چی میگه که ان الذين تدعون من دون الله، کسایی که شما بغیر از الله دعا میکنین، میرین دست دعا در بالا پیش از یا بلند میکنین، عباد امثالکم، بنده هاست مثل شما واره. یک کسی ببینی که والله صاحب خوب مولوی هم است، خوب عالم هم است، اما در توحید مشکل داره، میخیزه مثلا میگه فلان شخصیت بزرگوار در زندگیش ما را نجات میداد، در مرگش ما را نجات میداد، در حالی که آیت قرآن میگه که ان الذين، او یقینا کسان را که تدعون شما طلب میکنین من دون الله بغیر از الله، عباد امثالکم، بنده هاست مثل شما واره. اگر تو برای پیغمبر سجده میکنی و میگی که پیغمبر برای ما بچه بده یا دختر بده، خود پیغمبر بنده هست مثل شما واره. اگر تو پیش یک عالم یا یک پیر یا یک مرشد یا یک شخص بزرگ یا یک ولی از اولیاء الله میری و بر از او دعا میکنی که برای من اینی مشکل من تو آرزون، قرآن میگه که عباد امثالکم، او مثل تو یک بنده هست، او خالق نیست. فدعوهم، برین صدایشان بکنین، فلیستجیبوا لکم، پس اجابت بکنه برای شما. 100 مرتبه برو دو زیارت چیغ بزن، یک صدا برات میگه که من اجابت میکنم. از این خاطر هیچ کس اونا اجابت کرده نمیتونن و اینا ناقی از اونا میترسن که والله فکرت باشه که فلانی پیر زده میشی و مچم ملا زده میشی و مچم چطور میگن، اینی چی است؟ اینی ترس و خوف از اونا چی است؟ در حالی که قرآن عظیم شان میگن که عباد امثالکم، اونا بنده ها مثل شما واره، اونا هیچ چیز کرده نمیتونن. اما یجیب المضطر اذا دعا، آیت قرآن الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه کی میتونه که یک انسانی که در حالت اضطراری قرار داره، کی میتونه دعای او اجابت بکنه؟ آیا او کسایی که فوت کردن، او کسایی که خود نجات دادن نتونستن، او کسایی که خودشان بالاخره از این دنیا رفتن، او کسایی که خودشان زیر کوت خاک هستن، یا بت پرستایی که بهش یک بت میره که او بت بیچاره در کلیش یک تاج طلا را میمونه، داکو منگل سنگ می از کلیش هم طلا را میبره، او از امو طلای خود دفاع کرده نمیتونه. پس اونا بنده های هستن چی؟ امثالکم، مثل خود شما، اونا هیچ چیز کرده نمیتونن. پس از این خاطر میگه که فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. از این خاطر از الله بترسین، مردم به عبادت مخلوق و اطاعت مخلوق چی نکنین، نکشونین. والذین تدعون من دونه، دیگه آیت قرآن چی میگه؟ او کسایی که شما دعا میکنین بغیر از او، لا یستطیعون نصرکم، او نصرت شما را کرده نمیتونه. به خاطر چی؟ او خود از او در عالم اسباب قید است. او خودش وقتی که مریض شد دستاش میلرزید، او خودش صاحب سرش کمک فشار آمد خودش وضعیتش خراب است. وقتی که ملک الموت در جانش آمد خودش تسلیم شد و مرد و جنازهش بردن دفن کردن. او چطور میتونه تو را نصرت بکنه یا کمک بکنه؟